یکی از خبرنگار خیز گفت که کرزی صاحب هر روز دلار بالا میره، هر روز دلار بالا میره. بابا والله دی دشمن دست داره. خیر جور میشه، امروز بالا رفت سبا پایین میشه، با والله پایین میشه. خیر ارشود پشش روز است. دیگه خبرنگار خیز گفت که کرزی صاحب سرکا خیلی خراب شده. طرف سرک کابل قندار که میری تکه و توته شده. ای دلش با والله گفته ای دشمن دست داره. اگه مورا کنکریت صحیح منداخت امروز نمی بود. خیر باشه یام جور میشه، بیا جوره و ترسود دخمن بخیمانسی. یک را دری بین یک کس صدا کرد که کرزی صاحب مبارک باشه، خانه تان میرویز شده، مبارک باشه. گفت با والله دوام دشمن دست داره. این چیز